کیف اصیل رحمی، یا عنوان دیگر گذاشتن، گفتن که چه خیلی علاقه را با خویشاوندانم پیوست کنم. جواب: الرحم توصل بتعاهدهم بالزیاره، یعنی رحم پیوست کرده می شود، خویشاوندی پیوست کرده می شود با خبر گرفتن آنها با زیارت میکنید، خبر میگیرید. و اکرامهم، احترام آنها و اکرام آنها، یعنی تحفه دادن اگر امکانیت باشد. و عیادت سقیمهم، اگر بیمار شوند آنها رو به عیادت رفتن، خبرگیری رفتن. و تیسیر علی معسرهم، به کسی آنهاست به سرشان مشکلی آمده باشد قدری که میتوانید آسانی کنید، یاری دهید. و تفقد احوالهم، از احوال آنها تفقد کنید، یعنی با خبر شده استید، خبر گیرید. و فی الوسائل الحدیثیه عون علی الطاعه باداء هذه العباده، در وسایل زمانوی یعنی اینترنت و تلفن یاری هست برای اطاعت الله تعالی و در این عبادت. یعنی با واسطه تلفن و اینترنت شما میتونید با خویشاوندا در علاقه باشید. بعضی عائله ها در عائله های خود گروه تشکیل کرده هستند، خویش و تبارها را در یک گروه پیوست کردند. یعنی با همین این یک نوع آسانی هست، به همه سلام میفرستانید، با همه یعنی از احوال همدیگر در یک مجموعه خبرگیری میکنید. این هم خوب است، یاردم است برای آسان کردن این عبادت. علل خصوص برادرها و خواهرانی که در غریبی، در هجرت، دوری از وطن، دوری از نزدیکان قرار دارند، بسیار یک وسیله خوب است.